اینجا ورزشگاه همون احمد بن علی است و این ورزشگاه برای ما ورزشگاه باورور است که خطا نمیکنیم، زیرا در بازی گذشته در دور 8-1 نهایی ما امارات متحده را در همین جا شکست دادیم و امروز هم امید داریم که دسته منتخب تاجیکستان در مقابل دسته اردن پیروزی به دست می‌آورد. حالا آهسته آهسته طور می‌بینید مخلصان به ورزشگاه داخل می‌شوند. 4032 مخلص می‌برد و از این رو برای همه مخلصان تاجیکستان و اردن بسندگی می‌کند. البته طبع فوتبال بازان ما بولیده است، نه وقت ما در واخوری با پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان رستم ایمالی و همچنین فوتبال بازان اومدیم. گمان میکنم که نوارهایی که حالا تیار میشود به شما پیشکش میکنند و ما باشیم درباره دسته ها میگیم. فوتبال بازان ما دیروز در مشق‌های آنها بودیم، بسیار هم طبعشان بولیده است، میدونند که آنها تاریخ فوتبال را میسازند، آنها برای مردم تاجیکستان شادی نشاد میآورند و امروز از سخنان پرزیدنت فدراسیون فوتبال تاجیکستان رستم ایمالی هم همین چیزها گفته شد، زیرا در دنیا ملت‌های هستند که دولت ندارند اما ما دولت داریم و امروز میتوانیم که این ملت را باز هم ارزیابی در جهان بهتر نماییم و همه فوتبال ما را خوب شناسند. حالا میبینید مخلصان اردن اینجا بسیارتر هستند. بعد کارت سور گرفتن امدانی کمالوف امروز سرمربی دسته منتخب ما تنها به همین فوتبال بازیکنانی که حالا با هیئت اساسی در میدان هستند باوری دارد و او به ما گفت که همه بازیگران در جای یکدیگر میتونن یکدیگر رو عوض کنند، ولی این گروه اعتمادناکتر است. آنها در بازی که با لبنان بود 4 گل زدند و حالا باشد ببینید که اینجا در مقابل دسته منتخب امارات متحده عرب باز هم یک کارنامه دیگر کردند. اما چیز دیگر رو من میخوام با شما گویم، امروز مخلصان تاجیکستان باز هم شمارهشون بیشتر بشد، برای اون که اینجا قطری ها با پرچم تاجیکستان آمدند، سودان هم با پرچم تاجیکستان و سومالی و چندین دولت های عرب محض به دسته ما مخلصی میکنند. من نمیدونم سببش چی باشد. در بازی گذشته هم امارات متحده عرب بود، این دولت ها در مقابل امارات متحده عرب با دسته منتخب تاجیکستان مخلصی کردند و امروز شمارهشون باز هم زیادتر شده است. پتر شگر در بازی نیم‌نهایی همون هیئتی که پسندیده بود و در هیئتش رستم یتیموف، زهیر جورابویف، منوچهر سفروف، وحدت حنونوف، پرویزجان عمربویف، علیشیر جلیلوف، علیشیر شکوروف، شیروانی مبادچویف، احسان پنجشنبه، اختر نظروف و شهرام سمیف رو به میدان آورد. بازی مثل همون بازی‌هایی که پیشتر فوتبال نمی‌شده بودند همین گونه بود. هجوم‌های پای در پای ما گاهی در خط مدافع خوب بازی میکردیم، اما لط برداشتن شهرام سمیف در دقیقه 29 واکوری و او رو عوض کردن بازیگر دیگری ما رستم صغیرов کمی هم باشد کاری ما رو دشوارتر کرد. شهرام سمیف در 3 بازی آخری که دسته منتخب تاجیکستان داشت خود را مجلو نشان داد و از جانب متخصصان بهای بلند هم گرفت. عجب نیست که روزهای نزدیک او را دسته‌های عربی به هیئت خود دعوت کنند. به این نگاه نکرده فوتبالبازان ما چندین شرایط خوبی گل زدن را پیدا کرده، یک ضربه آنها به توی دروازه هم زد. دقیقه 66 برای فوتبالبازان دسته منتخب تاجیکستان دقیقه غمگینی بود و این دقیقه توانست بعد ضربه پنجی توپ را وارد دروازه ما گرداند. وحدت حنونوف بعد با سرش ضربه زدن توپ وارد دروازه رستم یتیموف گردید. برای برابر کردن حساب تمام کوشش‌ها به خرج داده شدند، اما چی میگوید که امروز وقتی ما نبود و آمد نکرد و فوتبالبازان دسته منتخب تاجیکستان با حساب 1-0 مغلوب شدند.
احتمجان اینجا فوتبال برای ما به پایان رسید اما بازی نهایت زیبا بود و ما میتوانستیم که بازی رو ادامه دهیم. Да, очень досадно и обидно проигрывать на такой стадии. Поздравляю команду Иордании с выходом в следующий этап. Они боролись, две команды боролись. Им сегодня один момент решил исход этого матча. Хочу поблагодарить всех наших ребят, которые на поле отдавали все, что было. Хотим сказать всем нашим болельщикам большое спасибо за то, что за столько времени нас поддерживали и внутри страны, и за ее пределами. Хочу сказать всем спасибо. Верьте в наш футбол, нашу сборную. Будем работать дальше. تشکر زیاد در حقیقت شما قهرمانی کردید و امروز اگر یک قهرمانی دیگر میکردید باز هم عالی‌تر بود. چقدر مخلصان در اینجا. خب زیاد نمیپرسم. طبعا میبینید بسیار هم تبش و خیره است. احتم جان تشکر به شما. ما خرسندیم که شما هستید. هزار رحمت برای این بازیتون، برای این بازی که دوستان گرامی در حقیقت با ما یک شور و شرر رو صادر کردن، یک بیدار کردن در دلمون، یک وطنی که ما با شما دوستان گرامی در حقیقت توانستیم که از بازی استعدادهای بلند فوتبال تاجیکستان یک لحظت بریم، یک لحظه با هم باشیم، وطن را باز بیشتر دوست داریم و همین ها بودن که وحدت ما باز هم بیشتر شد. به نظرم رستم جان به هر نوع کمی هم به ما نرسید که ما در اینجا به پیروزی رسیم. چی نرسید به نظر شما؟ ما بازی پیشتر با امورات خوبی بسیار صرف کرده، 120 minut بازی کرده، در این بازی خوب نرسید. ما در آینده کوشش میکنیم که باز هم بازی خوب نشان دهیم. رحمت کلام برای همه مخلصانی که ما رو دستگیری کردن. رحمت. درست میگید شما این دسته اردن باز در گروه با ما دسته منتخب ما در بازی‌های جام جهان در بازی‌های انتخابی بازی میکند. چیکار کردن در کار که این دسته پرقدرت رو ببریم؟ های مشق تمرین‌ها رو خیلی زیاد کردن در کار، تئوری‌های جدی دیدن در کار. باز آینده می‌بینیم. خب تشکر زیاد به شما تشکر میگم با اون که بسیار خوب صرف کردید، امکانات ها بودند ولی ما دوستان گرامی نتوانستیم که اینجا با کامیابی موفق شویم به کدام خاطر؟ به همون خاطر که یک اشتباه بود و این گلی که زده شد به حیث خودگل از جانب وحدت حنانوف به قد گرفته شد و این یک گل دسته منتخب اردن رو به بازی‌های نیم نهایی میبرد. ولی هرچند ما امید نداشتیم که بازی‌هایی که اینجا هستند با اینجا مثلا حالا ببینید اینجا یک لحظه درباره ما فوتبال بازی دسته منتخب اردن هستند و بسیار هم خرسندی دارند. بله خرسندیشون ارزنده است برای که یک دسته پرقوت آسیا، یک شعله نو در سمای فوتبال آسیا را آنها مغلوب کردند و شاید باوری نداشتند. هرچند در این بخش پیش از بازی من بعضی از فوتبال بازار رو دیدم، بعضی از روزنامه‌نگاران رو دیدم، تحلیلگران فوتبال رو دیدم، آنها گفتند که کمی هم باشد دسته اردن برتری دارد. اما دسته اردن یگانه دسته است که از زمین سوم جدول مسابقات برآمد و نهایت برآمد با بازی‌های نیم نهایی. هیچ گپ نیست، این اولین قدم بود، این اولین غلبه ها بودند، اولین باخت ها بودند، اولین مساوی ها بودند. ما به هر نوع تجربه نهایت زیادی برداشتیم. حالا من یک لحظه علی شریف تا که شما صحبت بکنید، من پیتر شگرت رو انتظار میشوم، از نقشه های او پرسو میشوم که چی نقشه در آینده خواهد داشت.